این نوشابه هم واسه خودش معجزه هست. آدامس که به موهات بچسبه. یک ظرف رو پاره نوشابه میکنیم. یکم توش بمونه میتونی آدامس از موهات جدا کنی. مایع لباسشویی رو با کوکاکولا ترکیب کن. اسپری کن روی درز کاشی و سرامیک. کثیفی‌هاشو پاک میکنه. مایع ظرفشویی رو با نوشابه ترکیب کن. کثیفی‌هایی در اثر روغن آشپزخونه رو پاک میکنه. نوشابه و سرکه سفید رو مخلوط کنید. روی شیشه اسپری کنید و با دستمال پاکش کنید. شیشه رو برق میندازه. کتریت رسوب گرفته، کوکاکولا بریز توش، به جوشون رسوبش رو کاملا از بین میبره. نوشابه رو با پودر لباسشویی مخلوط کنید. روی دستشویی اسپری کنید. کثیفی‌هاشو کامل پاک میکنه. این آچار زنگ زده رو بذارید توی لیوان. پرش کنید. از نوشابه بذارید نیم ساعت بمونه. حالا درش بیارید و با حول صورت پاکش کنید. ماهیتابت رو گذاشتی رو آتیش کثیف شده. 1 سانتی متر خمیر دندون، نمک خوراکی، جوش شیرین، سرکه سفید، نوشابه و مایع ظرفشویی آبم میریزید، داخلش هم میزنیم. 5 ساعت داخلش بمونه درش میاری و با اسکاج میشوریش، مثل روز اولش میشه. پیج بدون تیوی رو فالو کن تا همه چیز رو بدونی.